سلام خدمت دوستان. یه دونه گوشی FF الکتروپیک برام اومده برای دوستمونه. میگه این دکمه درباز کنش بعضی وقتا میزنه بعضی وقتا نمیزنه. آورده که ما براش تعمیر کنیم، بازش کنیم، ببینیم مشکلش چیه، بعد بهتون بگم. خب ما بازش کردیم گوشی رو، دیدیم که شاسی اینجاش ایراد داره و جای پیچایی که پشتش بسته میشه اینا شکسته. به خاطر همین هرچی فشار بهش می آوردن این شاسی عمل نمی کرده. شاسی هم زیرش خاک گرفته ولی ما کلا تعویضش میکنیم. ایرادش همین بوده. خب ما شاسی رو عوض کردیم، بعد برای جای پیچای این خورده شده بود، نمیتونستیم از این ورم اگه پیچ میزدیم از این ور میزد بیرون. ما پیچاشو میذاریم روش، بعد بغلاشو با چسب حرارتی باید بگیریم که چسب حرارتیش هم باید جنس خوب باشه که اینجوری دیگه محکم بگیرش. این روششه، چون دیگه غیر از این چیزی دیگه تو ذهن ما نمی اومد. الانم خیلی عالی گرفته، تستش هم کردم جواب داد.